فرمودند که پسرم از اول پای 3 دفعه سرما خورد، الانم مریضه و سرفه‌های بدی داره، چه کارش کنم؟ اینایی که پشت به پشت مریض میشن، آدم احساس می‌کنه یه نقصی در سیستم ایمنی بدنشون هست یا استعداد مریضی دارن. چیه داستان و چه کار کنن؟ ببینید، از الان از این دست سالات فراوان خواهیم داشت تا بعد از فروردین. پس یه بحث پایه رو مطرح بکنیم برای همه که حالا تکرار سالات سرماخوردگی بشه به گوناگون دیگه نمیتونیم بهش بپردازیم. به طور کلی هر چقدر سطح بلغم بدن بالا باشه و برعکس سطح صفرا پایین باشه، سرماپذیری بیشتر. خب پس افراد بلغمی مزاج سرماپذیرن. افراد هر چقدر رطوبت بدنشون بیشتر باشه سرماپذیرن. افراد دارای صفرای معتدل دیرتر سرما میخورن یا سرما ناپذیرن. به تعبیر معادلش اگر بخوایم بگیم، هر چقدر سطح صفرا بالاتر باشد ایمنی بیشتر است، هرچه سطح بلغم بالا باشد ایمنی کمتر است. ایمنی به طور کلی رو اینجوری معادل میکنی با طب سنتی. در لمس هرگاه دست رو لمس میکنید تره، سرد، حس سردی داره، این یعنی ایمنی کمتره. هر چقدر حس گرمی تو لمس گرمی رو حس کردید یعنی ایمنی بیشتره، سرماپذیری کمتره. و در همه چیز همینطوره، از سرماپذیری تا غم پذیری و غصه پذیری و استرس پذیری و از این دست حرفا، همش با یک کلمه است. اینا رو تو ذهنتون، یعنی پذیرش همه چی انگار وجود داره دیگه. یه آدم سرد مزاج زود سرما میخوره، زودم افسرده میشه، زودم ناراحت میشه، زود رنج. کوچکترین حادثه اتفاق افتاد اول اون آسیب. این رو معیار قرار بدید. اگر بخوایم توی چیزها اصطلاحات طب کلاسیک بریم، یک 500 تا اصطلاح باید به خاطر بسپاریم. بیایید فهم کلمه گرما و سرما رو خوب درک بکنیم، به راحتی همه چیز میتونیم درک. هر چقدر گرما بیشتر بود باهوشتر است، هر چقدر سرما بیشتر بود کم هوشتر است. در سر. خب هر چی سن میاد پایین‌تر، پس رطوبت تن بیشتره. وقتی رطوبت تن بیشتره، پس برای سرماپذیری بیشتره. از این اطفال زودتر سرما میخورن، به خاطر اینکه پوستشون نازکتره، رطوبت تنشون بیشتره و از این جهت سرماپذیرترن. پس باید مواظبت از اونها بیشتر باشه. این طیف سوالات نگاه کردم، 500 تا سوال اینا. اگر بخوایم تک تک جواب بدیم، پاسخ کلیش این. خب پس بنابراین اگر بخوایم جلوی سرماخوردگی رو بگیریم، باید مزاج رو گرم کنیم. این گرمی تنه. خوراک گرمی ها یعنی شیرینی ها، تندی ها و غذاهای چربی ها، اینها گرمی رو افزایش میده. مثلا دانه های چرب مثل بادام، مثل گردو، مثل اصلا فندق، پسته، اینها گرما رو افزایش میدن. و در معرض سرما هم نباید بود. وقتی که سرما شد، خب طفل رو سرش رو بپوشونیم. وقتی سرش رو پوشوندیم که سرماخوردگی نخواهد داشت. حالا سرماخورد یعنی چی شد؟ یعنی سطح بلغم بدن افزایش پیدا کرد. وقتی که افزایش پیدا کرد، حالا سرماخوردگی پیدا میاد. لذا خود بدن تلاش میکنه بلغم زیادی رو دفع کنه، پس آبریزش بین پدید میاره. خود بدن میخواد این بلغم زیادی زائد. خب آبریزش بین اتفاق میفته، آبریزش چشم اتفاق میفته، اصلا که ورم بلغم توی گوش زیاد میشه، گوشش ارسام که ناشنوا میشه، کم شنوا میشه، ورم در گلو ایجاد میشه، موجب بشه که سرفه بکنه و در سینوسا ورم بلغم افزایش پیدا، موجب میشه که نفس نمیتونه بکشه، پولیپش افزایش پیدا میکنه، با دهان باز میخوابه و از این دست. این همش یک ماده هست که زیاد شده، اون بلغم زائده. حالا در درمان ما تلاش میکنیم که با ایجاد گرمی سطح بلغم بدن رو بیاریم پایین. اینجا منظور سر است و ریه. در سر اول پوشش سر. طفل است، ملاجش رو روغن بمالید.
مراج گفتیم اینجا مراج هر کس، دست هر کس برای سر خودش، دست طفل برای سر طفل، دست بزرگسال برای سر بزرگسال. بعد میاییم سطح بلغم کلان بدن رو میخوایم بیاریم پایین. کل بدن سنگینه، سر سنگینه، بدن سنگینه، که کتف سنگینه، نمیتونه راه بره، ریه پر شده، سرفه میکنه. خیلی خوب، بادکش میگیریم. بادکش بلغم رو تبدیل به دم میکنه. پس بادکش رو تو خونه ها یاد بگیرید. اصلا خوبه که چون همه درگیر خواهم بود، یه روزی بیایم همینجا بادکش رو یاد بدیم به من پیشنهاد میکنم اگر موافق هستن همینجا بادکش. اگر مردم تو خونه بادکش بلد باشن، پدر سرماخوردگی رو در آوردن دیگه. فوری سرماخوردگی توی هر طبی، چه کلاسیک سنتی، 3 تا 5 روز طول میکشه، ولی با بادکش همون موقع خوب میشه. به سرعت رفت میشه. به سرعت همون موقع. چرا؟ همون موقع سطح بلغم بدن رو میاره پایین، تبدیل به دم میکنه، سر سبک میشه، ریه سبک میشه و اگر پیشرفتم کرده باشه، به قلبم کشته باشه، قلبم سبک میشه. این بحث کلیشه. حالا هفته بعد حتما این کار انجام بدید. بادکش رو به همین واد یاد بدید، چون خیلی وقتا هستش که یه جاهای شما سرماخوردگی که ابزاری در اختیار نیست، دارو نیست، حالا دارو گیاهی نیست، داروی غیر گیاهی نیست، ولی بادکش همه جای لیوان بالاخره وجود داره دیگه. بله. خب ما فقط از همون لیوان چگونه استفاده بکنیم برای اینکه عرض کنم که سطح بلغم بذاریم رو کتف. بله. اصلا کتفه. و اینکه باز کدام نواحی از کتف رو باید بیشتر بهش توجه کرد. همین رو فقط یاد بدیم و خود بادکش رو یاد بگیم و طفلان به عنوان کاردستی میتونن توی مدارس یاد بگیرن و کودکان مدرسه رو خیلی به این ترتیب میتونیم کار. حالا مثلا میگیم اسانس نعنا. اسانس نعنا خب در دسترسه. حالا کجا توی کجا بر اسانس نعنا گیر بیارید؟ خب این مقدار طول میکشه، ولی به هر حال یک لیوان یا یک توی آفریقا چیز میکنن، کدو رو توش خالی میکنن و یه ظرف اینجوری درست میکنن باش، مثلا بادکش میکنن، حجامت میکنن. با کدو این کارو میکنن؟ چه جالب. یا مثلا قدیما با شاخ این کارو میکنن. بالاخره یک چیز، یه شیء داخل چیزی که بتونه رو بادکش بکنه میتونه وجود داشته باشه. این ابزار اگر تیز بشه توی خونه ها بیاد یا مردم بتونن ازش یاد بگیرن. البته ابزار صنعتی هم وجود داره که با ساکشن دستی انجام میدن. حالا که اونها هم خوبه، یعنی جواب میده. تو خونه داشته باشه برای خودش. این میتونه جلوی سرماخوردگی بگیره و سرماخوردگی مهمه. بهش میگن مادر بیماری ها، پدر بیماری ها. اگر خیلی از بیماری ها از سرماخوردگی شروع میشه، مزمن میشه، تکراری میشه، تو سر رو درگیر میکنه، کتف رو درگیر میکنه، قلب رو درگیر میکنه و موجب ضعف شدید میشه. این رو پیشنهاد میکنم اول بیایم عمل یاد بدیم، یک رفتار بی هزینه، بی خرج، بی ضرری که حالا اگر اشتباه نابجا بادکش کرده باشید، نابجا خوب قوی شدید، ضرری به تن وارد نشده است. و وقتی یاد گرفتید در درمان بیماری های دیگر هم این کاربرد داره که حالا اون در بحث‌های بعدی اگر یاد گرفتید به محض گفتیم بادکش یا حجامت گر میدونید چه کار باید. بسیار